твоя. Под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года. Ассаламу алайкум бинанде ҳои азиз, тамошобинони шабакаи табрикоти Шаҳнон. имрӯз ҷамъияи табрикоти Шаҳнон дар тарабхонаи дарвозаи сафед барои табрик кардани ҷашни зодрӯзи Комилака омадаем. имрӯза табрикотро аз номи духтари нозанинашон, аз номи аҳли оилаи ана ҳамин фарзандашон, аз номи Аламака, аз номи Шохсонамоитӣ, аз номи Худобобо Саид бобо, аз номи набераҳои азизашон Райҳонабону, Рухшонабону ва Муҳаммад Азиз табрик карда лаҳзаҳои хурсандӣ шодиёнаро ҳамроҳи шумо азизон ба ҳам мебинем. бо мо бошед, мо оғоз мекунем. рафтем. آغازی همه سخن سلام است. آغازی همه سخن سلام است. نیز سلام احترام است. سلام و درود و سلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان، عزیزان دل و دیده، همه شما را به طرفخانه دروازه سفید و جشن زادروزی کاملمک خیر مقدم خوش آمدتان میگویم. برای ما لازم است کاملکه همراهی شایستگی برای سنت خرسک میزنیم، پیش آمد تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. السلام علیکم. زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم. کاملمک از مادر کی چیز دیگری است؟ البته قلب پدر میفهمد. از نام خاندان شاهسنمایتی، از نام علمک، از نام خدابابا سعید بابا، نبیره‌های شیرین ریحانه بانو، رخشانه بانو، محمد عزیز و پیش از همه از نام شایسته خودش من تبریک میگویم. امروز با من یک قطعه معلومات مختصر دادم. گفتن که زادروزی پدرم است و یوبیلیشون 6 است. من در آمده گفتم یکان بابای 60 ساله را دیدم که حالی نوجوان شما شایسته خاله اما کم چشم شما باری چند ساله من راستش بگیم. ای رحمت خدا کند که هیچ وقت پیر نشوید. کاملمک زادروز مبارک باشد. امروز از نام فرزندان، شخصا از نام خواهر عزیزم، از نام شاهسنمایتی نبیره‌های شیرینتان تبریک میگویم. گفتم من در آن خاندان فرزند اولین هستم. برای من پدر قهرمان هستند. قهرمان زندگی من، بود و نبودی من، تاجی سر طلایی من و البته پشت و پناهی من هستند. تا دنیا باشد من در این سن و سال مبارک 60 به درآمده که باشدم یگان سر از زبانشان نشنیدم که بچه من هلاک شدم گفتگی سخنشان را نشنیدم. خدا کند هیچ وقت هلاک نشود و همراهی مادرم خدا کند حاجی بابا و حاجیانه شود. در سر ما فرزندان دعاگوی اشته کردند. تا حال فقط مهنت حلال کردند، تصاوی کردند، مهنت کردند، تجارت کردند و ما فرزندان را حلال و خیر راندند، پیشاندند. بودگیشان با شکر نقص میبینم. اگر کاملمک همه بچه‌های من دیگه پرسیم اگر
همه مپرسد دادش نظم بینیم بیایش هم میگفتن آنها به یگان فکر رو ایلا نکده بگوتی ویدیو هم نظم بینم نگید حاضر همراهی شخصنامتی صحبت کردیم گفتن که ما بایدگاه ما هم خیلی از ما مپرسیدن بعد کلانش را فهمیدیم که پدر کیست پدر کی چه انسان پدر چنین انسان بوده است که پشتی در و دروازه و شب را روز و پیوست کرده با یک مشقت با یک عذابها یک برده نامی حلال را برای فرزند می آورده است پدر از تمام جوانی از تمام خوشی های زندگی دست کشیده تمام مال و ملک تمام هستی بود و نبودش را برای فرزند فدا می کرده است یکی از آن پدرها شما هستید و شاعران هم گفتند که پدر را چنین وصف کردند اگر انسان تشنه ماند اگر در صحرا پدر چنین سیراب بوده است که مانند دریا میگویند پدر در تشنگی دریا پدر در تنگی ها دنیا پدر دارو پدر درمان پدر روشنگری دل هاست پدر هم مشکل آسان است پدر هم مرهمی جان است اگر خرسند کند ما را تمام دم چهره خندان است اگر روزی زادروزی مان یا که یکان خواهرم برادرم شود اگر پدر جان ما خرسند کنند اگر همون حلاقی های زندگیشان ببرا مداد خدا کنند هیچ وقت کسل نشوند حلاق نشوند و فقط دلش با خوش و خرسندانه زندگی کنند با اون چقدر خدمت باشد ما فرزندان تیار هستیم بگیم برایتان مبارک باشد از نام خانواده علامکه شخصنامتی نبیره های شیرینتان در اینجا توفه داریم به افتخار پدر عزیز پیش پایشان میگذاریم زادروزشان مبارک باشد میگویم در زیر قرصک ها مرحمت مبارک باشد کامینوان زادروز مبارک جشن 60 سالگی مبارک باشد و البته شایستایتی چند سال شد تو اشتگیش با؟ چل سالگی عقد نکاح 40 سالگی توی بیمه من یک در خونه پرسم بایدش کن خانه جان 40 سال با 37 سال قریب 40 سال کاملا ما باید 37 سال با چند بار گل پدر که در شما با گل بوکت بود میاد درنه بوکت بود پولی پول بود می کاملا من بوکت بود می درنش گل بود میاد پول بود می پول بود نه جلش پول بود نه امروز باشد در زیر همه گواهی میهمانان شخصا از نام کاملا من کنه میبینیم که تقدیم میکنم خودشان گل دسته را تقدیم میکنیم مرحمت برای شایستگی تقدیم میکنم خودشان مبارک باشد بیرم مبارک تقدیم کنیم مبارک باشد زادروز مبارک البته بگذار فقط اوخی مولند امروز خوش و خوشبخت خرسندانه زندگی کنه این برای شما سروپا لباس های بهترین از نام دختر نازنینتان شخصنامتی علامکه از نام نبیره ها و البته میخواستیم شخصیتی بطور شرکت تبلیغ کنه بکن مرحمت شخصنامتی مرحمت السلام علیکم همتون به مهمون خوش آمدید به نوری دیدیم تاجی سرم همین امروز دادیم از زادروزشون بودن تولدشون 60 سالگی یوبیلیشون صد به درون سر موقع با او سلامت گردن دادیم که بیم تشکر شده همه وقت دعاگه شده گردن سری محمد رحمت هزار رحمت سلامت باشن زادروز مبارک امروز در جشن 60 سالگی یوبیلی تورت داریم برای شما یا شیرینی یک از نبیره شیرین خاندانه محمد عزیز پهلوانه که چند سالها برایش انتظار بودند خدا کنند عمرش دراز شود و شخصنامتی به خدمت‌های رساند آمده خدمت کردن برای ما نصیب کنند کلام شود پهلوان مانندی باباها انسان اصیل خاکسار و صمیمی یکی از آن مردان بهترین شهر سمرقند شود می‌بینیم مبارک باشد نبیره مبارک لحظه های خرسندی مبارک باشد ما باشد میخواستیم شیرینی را نزدیکتر بیارم مرحمت یک جای کارها رو میبریم و از آن تنظر میکنیم مرحمت
Уже шумировали были. Мубарак Баша. Будет много светлых дней, свечами большой вино и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения. کاملا بار دیگر زاد روز مبارک باشد. البته سخنهای تبریکاتی را می‌خواستیم بشنویم. کاملا من موبایل 60 سال به یگان بار برای باوجه شعر شنویدگی شما شعر فهمیدید می برای باوجه شعر فهمیدگی می نمی امروز باوجه ها چند تا اینجا با تو کس بیاشون هم همینجا می حاضر اگر شعر میخونم اگر بیاشون برامده تبریک بیان اگر گوششون من رفته رسیدگی دیمک تا توانی باوجه ها را گم مکن باوجه های مهربان را گم مکن در جهان به باوجه گشتن مشکل است مشکل آسان کن باوجه ها را گم مکن شاعر این شعر ما را بخشد و اکنون سخنهای تبریکاتی رو میشنویم برنامه تبریک میکنه 7 بازاره چی نیاتی میشه نیاتون مرسه سالی مهم بس سلامت کرده سلامت باشند تشکر این کسی حضورنا و از مادران سخنهای تبریکاتی باشد اگر بشنویم بعد از آن باشد نوبت را برعکس میدهیم یا هم کسی میرقصن می شخصا نمایتی نوبت را رقص بدهیم یک جای از صحنه رفتنش نیست کاملا من خیش و تبار جایره های تکلیف میکنیم امروز یوبیلی همه برای تبریک شما آمدن فقط میرقصیم خورسندی میکنیم و امروز بعضی را با یک درجه اعلا میگذارانیم مرحبا Santalar için yazıyordu ya tomarası. Sarı mamaz bilemiz salamat verdi diyor tomar. Baklı çekti. Rahmat. Marhamat namoşa suruthoy shukr barای شما زادروز مبارک کاملا مرحبا
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در طرفخانه دروازه سفید مهمان شدیم. البته با تکلیف شخصنمایی آمدیم و کامیلمک پدر عزیزشان را تبریک کرده، رمز تشکر و البته اظهار تشکر را به افتخار پدر رساندیم و همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید. برای باوری و مهمانداری رحمتی کلام سلامت باشید.